درود هموطنان، این لحظه برایتان با صحبت گرم خود هوای ایجاد موسیقی آهنگ سرود میبخشیم، زیرا جریان آمادگی به لایحه پرشکوه سال یعنی سرود سال ادامه دارد و مهمان نوبتی برنامه ما باشد یکی از هنرمندی شناخته که نه تنها هستیش را همیشه از عالم موسیقی تاجیک میبینیم بلکه بارها در صحنه بین المللی نمایان گشته است. هنرمندی شناخته، هنرمندی شایسته، فاطمه مشربووا. بار دیگر سلام و درود. تشکر زیاد. که چی حال و هوا دارید؟ کمی من وضع سلامتی هم خوب نیست. راستش رو باید راستش را گفتن در کار، برای که ما بسیار در چرابینوکی در هوای سرد ما برآمد کردیم. کمی خسته هستیم. براتون شفای کامل میطلبیم. سلامت باشید. و سبب این را نیز میفهمیم نوابسته از آن که شما در هوای سرد برآمد کرده اید، باز اجرای زنده بود اون همه سروده که شما اجرا میکنید، زیرا همیشه اجرای زنده را دوست میدارید. کمی در یک محفلایی که هستند در آنجا ما زنده میسرویم و بودن که در محفلایی که مثال برآمدیم ما در آنجا که بیرون است در آنجا ما نمیتوانیم که مثال زنده سرویم. یعنی محیط همین رو طلب میکرد. بله. و محیط امروزه ما چی براتون پسند آمد؟ باور کنید باید محیط زیبا خوشرو و من خیلی هم پسند آمد. و شما میخواستید که در همین گونه محیط یگان سرود اجرا نمایید؟ البته من میخوام به همین آوازی خسته در اینجا سرود بسرایم. رحمت. و این گمان میکنم از همین محبتی والایی که نسبت به مخلصان خود دارید از همون درک میدهد. بله. و بیشتر در اجرای یک سرودی نو شما خواهشی دلی یعنی ذوق دلی خودتون را به این نوبت میگیرید یا اینکه از ذوق دلی شنوندهتون برآمده گویم سرود ایجاد میکنید؟ البته ما بیشتر سرانده باید به ذوق دل مردم، دل مخلصان که و چی در دل دارن، چیزی که میخواهن، البته ما میخواهیم که با دل آنها موافق باشد. بله، ما میتوانیم که مثلا با دل خودم که سرود ایجاد کنم و باز بهتر باز با احساسات گرفته میشود. خیلی این هم این جانب هم آن جانب مثلا ما به هر دو طرف نگاه میکنیم. فهمم فاطمه بانو، ولی سبب چی است که در سال گذشته شما تنها یک سرود ایجاد کرده، یک سرودی نه؟ در این سال 2025 بله. متاسفانه که ما کمی در چرابینی های زیاد مثل سفرهای خدمتی و فکر میکنم که کمی فرصت کم بود. یعنی این از آن درک میدهد که شما نسبت به شماره بیشتر به صفت دقت میدهید. البته باید صفت چقدر زیبا باشه، چقدر مهم برای ما این صفت است. وقتی که صفت که خوب نیست اون سرود رو هم هیچ کس گوش نمیکنه. میرویم مثلا پیش شاعر میریم، پیش آهنگساز میرویم. هر یک آهنگساز و شاعر باید ما قطعشون شنیم و در یک میز ایجاد کنیم و همدیگر فکری همدیگری رو باید بیان کردن، باید همون شعر یا که آهنگ رو باید نویسن و که تیار کنن.
حسن زیبایی خود را از کی میراث گرفتید؟ این از البته از پدر و مادرم. هم به پدرم مانندی میکنم هم به مادرم. و خوراکی دوست داشته ای شما کدام است؟ البته آش. آش پلو من تاجیکی. به حد دوست میدارم آش رو. شما که خود بانو هستید از عهده پختنش میبرید خیلی؟ البته من باید هر یک بانو از عهده پخت و پز، از عهده همه چیز رو باید میگن که 5 پنجه سرود یکی داره 5 پنجه هنر. البته باید از همه چیز باید آگاه باشی، تیار کنی. این باید هر یک بانو باید این چیز رو تیار رو کند، آموخته باشد. بله 100% درست است. و بیاید بازم برگردیم به ایجادیات و رفتی خودی همین روزنامه لایحه سرود سال. کدام سرود را انتخاب میکنید؟ گفته سوال ندی هم میشود انتخاب یک تا می باشد. بله خیلی این مخفی است، این در خودی برآمدم. و این سرود شما بیشتر افاده‌گری کدام احساس است؟ شما کدام احساس را ترنم میکنید؟ بسیارتر گویم شور و شوق و عشق و محبت است. این سرود یعنی خودش من دل کندم، این یعنی در زندگی من عموما دخل دار نیست. این از جانب آهنگساز به من پیشنهاد شد و من این سرود خیلی به من پسند آمد. من این سرود رو سرودم. بله. با مرور زمان بگویید که به فکر شخصی خودتان طلبات نسبت به خودتان بیشتر شد یا اینکه اکنون خودتان را راحت‌تر حس میکنید چون بیشتر حرفه‌ای میشود ایجادکار؟ البته فکر میکنم که صنعتکار باید هیچ وقت راحت نباشد. هر وقتی که مثلا در روی صحنه هستی، در جستجوی سرود هستی، در دیگر یعنی باید تلاش رو با قوی تر باشی و چقدر با خود باید کار کنی. صنعت سرحد ندارد. درست، یعنی به خاطر راحتی گویم کل مخلصان صنعتکار همیشه باید در جریان کار باشد. بله برای جستجوی سرود و جستجوی صنعت خود را رشد کردن این با چقدر باید تلاش و زحمت کشید. سلامت باشید. بگذار که در گویم روزهای نزدیک که برگزار می‌گردد این کنسرتی با شکوه با نام سرود سال، در آنجا نیست همین گونه شما رو با چهره خندان باز هم گویم با نیروی بیشتر ببینیم. البته. سپاس برایتان. تشکر به شما. روز و ماه و سال می‌گذرد ولی آن چیزی که در خاطره ما در قلب ما میماند این سرود سال است. دوستان همیشه پیگیری برنامه‌های ما باشید تا اینکه از جریان آمادگی به لایحه پرشکوه سال سرود سال آگاهی یابید. برایتان خانه آبادی تنسیتی را تمنا می‌کنیم. خیر. وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، سرود سال 2025 24 январ ساعت 16:30 در کاخ باربد.